در رده‌بندی امساله شاخص جهانی ترتیبات و حقوق 2023 که سازمان معروف نظرسنجی گلاب نشر کرد، تاجیکستان در بین 141 کشور با کسب 96 امتیاز از 100 امتیاز ممکن جای یکم را به دست آورده است. برای مقایسه ازبکستان با 90 امتیاز در این رده‌بندی در زینه 13 جای گرفته است. در رده‌بندی امساله گلاب یک باره 6 کشور با 92 امتیاز جایگیر شدند: فنلاندیا، ایسلندیا، کویت، لوکزامبورگ، نروژ و ویتنام. در 13 زینه از همه پایان رده‌بندی 3 کشور از امریکای لاتینی و 10 کشور قاره افریقا جای گرفتند. در 6 زینه از همه پایان همه کشورهای افریقایی که همگی از 9 تا 59 امتیاز دارند. موقع از همه بلند تاجیکستان در این رده‌بندی در حالی است که در داخل کشور ساکنان از بدرفتاری کارمندان مقامات حفظ حقوق و به هر بهانه پاره طلب کردن آنها به خصوص کارمندان بدعه زیاد شکایت میکنند. گلاب میگوید این رده‌بندی را بر اساس پرسش نظر 2000 نفر در هر کدام از این 141 کشور ترتیب داده است. این سازمان به افراد پرسیده شده با 4 سوال مراجعت کرده است: به پلیس محل زیست خود باور دارید؟ آیا هنگام سیر و گشت شبانه به تنهایی خود را امن و بی خطر احساس میکنید؟ در یک سال اخیر پول یا یگان مال دیگرتان را دزدیدند؟ در یک سال اخیر مورد حمله یا آدم ربایی قرار گرفتید؟ از نتیجه های نشر شده نظرسنجی برمیآید که ساکنان تاجیکستان به میلیشیا باور داشته هنگام سیر و گشت شبانه احساس خطر نمی کنند. در همین حال بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخله در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 11612 جنایت ثبت شده است که این نسبت به 12482 جنایت های همین دوره سال گذشته 870 جنایت کم می باشد.